خب بحثی که شاید مورد توجه الان جامعه امروز ما هست، بحث محصولات ارگانیک و محصول سالم که تعریف‌های غلطی شده متاسفانه، چون بیشتر برمیگرده به بحث پروتئینی و بحث محصولات لبنی که شاخش برمیگرده به بحث دامپروری و دامپزشکی. اینه که ضرورت دیدم توی این قضیه هم یه صحبتی چند دقیقه‌ای داشته باشم. ببینید، اولا ارگانیک وقتی تعریف استانداردی که داره، ما تقریبا میتونیم بگیم نه در ایران، در خیلی جوامع و خیلی کشورهای اقتصادی و در واقع کشورهایی که مطرح هستن تو بحث صنعت دامپروری و صنعت اقتصادی، ما کمتر محصول ارگانیک داریم. اینه که حالا خواهشم اینه که توجه کنم مردم عزیز که هر محصولی اسمش محصول ارگانیک نیست و شاید یه فریب تجاریه که بابت افزایش نرخی که اون محصول در واقع به علت مارک ارگانیک که بهش زده میشه قیمت بالاتری فروخته میشه، در صورتی که ارگانیک تعریف و استانداردهای خودشو داره، محصولی که اصلاً نباید مواد شیمیایی، واکسیناسیون، حالا بحث من بیشتر تو بحث گوشت و پروتئینی، حالا خیلی بحث گیاهی نمیخوام وارد بشم، اینه که دام یا پرنده یا حیوان یا شیر یا لبنیات یا محصول حتی جانبیه که واکسیناسیون نشده باشه، مواد شیمیایی نخورده باشه، سم‌زدایی نشده باشه، در کنارش حتی مواد شیمیایی فرض کنید مثل افزودنی ها، ادیتیو ها، مکمل ها، هیچ محصولی در واقع حیوان مصرف نکرده باشه، آنتیبیوتیک و ترکیباتی که حتی جنبه ویتامینی و مکمل درمانی باشن مصرف نکرده باشه. اینه که تقریبا میتونم بگم به جرئت در ایران ما محصولات لبنیاتی و محصولات پروتئینی ارگانیک نه فقط در ایران، در خیلی از کشورها اصلا نمیتونیم داشته باشیم. یعنی این فضا و این شرایط پرورشی صنعت دام و طیور به ما اجازه رو نمیده که بخوایم محصول دام و طیور ارگانیک داشته باشیم. علتش نوع پرورشی که ما داریم، در حد اکثر در واقع در حداقل زمان میخوایم به حد اکثر رشد و تولید برسیم، اینه که نیاز داریم به اضافه کردن یه سری مکمل ها، آنتیبیوتیک ها و جنبه های درمانی و متافیل در واقع فیزیولوژیک که بتونیم به اون رشد مناسب برسیم. به خاطر همین طبیعتاً اینه که من خواهشم اینه که حالا بعضی وقتا متأسفانه همکارای خودمون تو بحث تو سازمان ها، تو وزارتخونه ها، تو بخش دولتی هم تبلیغات محصولات ارگانیک میکنن. تقریبا تو بحث دام و طیور میتونیم بگیم که محصول ارگانیک وجود نداره. استثناء داریم، مخصوصا کسایی که پرورش شتر انجام میدن. اگر پرورش شتری که انجام میدن تو مراتعی باشه که اون مراتع باز گیاهاش از سموم استفاده نکرده باشه، مواد شیمیایی نخورده، در واقع مصرف نکرده باشه، اون گیاه میشه کمتر از، به جرئت میتونم بگم کمتر از 1% تا 5% پرورش دهنده های شتر میتونن ادعا کنن که محصول شیر یا دوغ یا گوشت یا محصولات جانبی که مختص شتر هست میتونه محصول ارگانیک، البته باز هم با آزمایش‌های استانداردی که انجام میشه میتونه محصول ارگانیک تعریف بشه. بس به خاطر همین نتیجه میگیریم که ما تقریبا تو بحث طیور و سایر ماکیان، یعنی خود مرغ و مرغداری ها و سایر ماکیان شامل بلدرچین و کپک و باقلمون و شترمرغ و اردک و سایر اصطلاحاً ماکیان، ما تقریبا میتونیم بگیم 99% نمیتونیم محصول ارگانیک تولید کنیم، چه تخم مرغشو، چه محصولات جانبیشو، چه خود گوشت مرغ در واقع گوشت سفید و حتی محصولات جانبی. پس اصلا در واقع چیزی به نام ارگانیک تو بحث طیور ما نمیتونیم داشته باشیم. نه تنها تو ایران، تو خیلی کشورها به خاطر فضای صنعتی شدن محصول ارگانیک معنی نداره. تو بحث دام باز هم تو دام‌های صنعتیمون مثل گوسفند و بز، مثل گاومیش و حیواناتی که ما محصولاتش رو تو لبنی و گوشتش رو مصرف میکنیم، باز هم اونجا تقریبا محصول ارگانیک نمیتونیم داشته باشیم به خاطر شرایط پرورشمون. عرض کردم خدمتتون فقط تو بحث شتر هستش
اون هم در مناطق محدود، مناطقی که مراتعش هم از گیاهانی، در واقع شتر از گیاهانی تغذیه کنه و چرا کنه که اون گیاهان هم استفاده از در واقع محصولات شیمیایی و حتی کود شیمیایی و سم استفاده نکرده باشن. باز هم آزمایش‌های استانداردهای خودش رو میخواد، اما در کنارش میتونیم محصول تعریف کنیم یا محصول سالم یا محصول پاک که شدت مواد شیمیایی داخل محتویات گوشت یا لبنیات ما درصد استاندارد و پایینتر از در واقع بالاتر از کیفیت استاندارد و دوز خیلی پایینی داشته باشه که میتونه به عنوان محصول سالم در واقع تعریف درست‌تریه برای محصولات اینچنینی تا محصولات ارگانیک یا تعریف غلطیه که متاسفانه از کردم خدمتتون بعضی همکارای خود ما تو وزارتخونه تو بخش دولتی تو بحث شبکه‌های دامپزشکی این حتی تو جراید و تو در واقع اخبار اطلاعات غلطی میدن که متاسفانه محصول ارگانیک ما طبیعتا میتونیم تو بحث دام و تویور و لبنی و گوشتی میتونیم بگیم که واقعا محصول ارگانیک نداریم. من اینکه حالا میگم یه بخشی یک جایگاه خیلی کوچیکی میده شطور تعریف کرد، یه بخش خیلی کوچیکی هم در عسل، یعنی زنبور عسلی که باز هم مناطق بکری باشه که گیاهاش و گلها و درختانی باشن که از سموم و آفت‌کشا و کودهای شیمیایی استفاده نکرده باشن و یه سری تعریف استانداردهایی داره که اگر استانداردها رو رعایت کنن میتونه جایگاه در واقع محصول سالم و مرتبه بالاترش محصول ارگانیک رو شامل بشه. یه بحثی هم مثلا نمیخوام بحث حساسیت و حاشیه مطرح بشه، اما چیزایی به نام تخم مرغ، نمیدونم گیاهی یا نمیدونم گوشت ارگانیک یا مرغ سبز، اینها بیشتر جنبه تجاری و تبلیغاتی داره، خیلی جایگاه علمی به تعریف شده وجود نداره براش. حالا فقط گفتم که مردم عزیزمون و دوستان همه بدونن که حالا سوء استفاده های تجاری میشه توی این قضیه. 10%، 20%، گاهم 50% قیمت یه محصول بالاتر اعلام میکنن به خاطر مثلا فرض کنید ارگانیک بودن یا سالم بودن. شاید برندهایی که برندهای بیشتر تجاریه تا برندهای علمی و فنی. خب در نهایت دوستانی که تمایل دارن تو بحث کل حیواناتشون با توجه به شرایط ارتباطی که دارن با نوع حیوانی که کلینیکال هست یا مزرعه‌ای هست یا فارم هست یا حیواناتی پت و در خانه هستن، هر سوالی داشته باشن میتونن از طریق سایت www.مشاورینهمراه.com یا از طریق اپ مشاورین همراه یا از طریق 3733 در واقع با ما در تماس باشن به صورت 24 ساعته و شبانه روزی. مشاورین مجموعه دامپزشکی در اختیار شما هستند در همه زمینه‌های حیوانات و اهلی، وحشی و هر سوالی داشته باشید در خدمت شما هستیم. جلسات بعدی موضوعات جدید رو مطرح خواهیم کرد.